طرف دا پاره و هم جبو سعادت دنیای هم جبو سعادت آخرت گلک برنامه و بین دارخستن. چرچوبه هفته جوان تیده دنابرا تاریخ 24 اوسیوی که جوتمه و جی طرف سروکاتیا پولیتیک این جوانتین هدا پاره و برنامه بین ترتیب کرن. سروک پولیتیک این جوانتی اهدا پاره حسین امیر و سروک گشتی شاغ این جوانان اهدا پاره حمدالله در حق برنامه این جوانان ده معلومات و آگاهی دا. در حق مجاری ده جی طرف سروک پولیتیک این جوانتی اهدا پاره حسین امیر و بیان هات داین. امیر ده بیان خدا گفت جوان جبو جواکه که گلگ مهمن. امیر وها دست نشان کرد. به وان برنامه این کتیل دار خستن و مسئولیت جوانان آجبو جواکی زیده به. خورتو جوان ما و ببن جواکی. هدف و آرمان جامعه اوه کو رضای خدا به دست بخن. خورتو جوانین خوش مثال ده ناف جواکی ده درخینن هولی. سروکی گشتی شاغین جوانتی اهدا پاره حمدالله ارجی دست نشان کرد غایاوان اوه کو هم سعادت دنیای هم جی سعادت آخرت جوانان قزج بکن و همو شاغین مین باجاران تبلیغان برنامه‌ان ببن. دوی چرچوبه ده ویج بو خورد و جوانان پانل هفدیتنین جوانان هفدیتنین جوانین پارتیندن مسابقه سپور مسابقه هلبت مقاله و رسیم برنامه تلویزیون و رادیویان بین ترتیب کردن. ارد بردوامی بیان خود گفت و اف برنامه جوانان ده نابرا 24 و سیوی که جوتمه ده بین دارخستن و داویل بیان افغانی و سروکی می گشتی جی بشتاری وان برنامه هم ببین. 24 جوتمه ده ویل دیار وکری اف برنامه هم دست بی بکه و حتی سیوی که جوتمه دوام بکه. ام همو خورت و جوانین مملکت خود دعوتی وان برنامه هم دکن. به beşler buna olan emeği hoş bibin. Diyarbakır'da 24 Ekim Pazar günü Gençlik Haftası'nın startını